سلام، به چنل آیدادوش خوش اومدید. امروز میخوایم یک بار برای همیشه 3 گرامر مهم آلمانی یعنی نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو رو با هم یاد بگیریم. این 3 حالت توی جمله‌های ساده و روزمره آلمانی استفاده میشن و پایه محکمیه برای یادگیری گراماتیک سطوح بالاتر. بریم سراغ اولی یعنی نومیناتیو. نومیناتیو همیشه برای فاعل جمله استفاده میشه و نشون میده چه کسی یا چه چیزی کاری رو انجام میده. جدول آرتیکل تو نومیناتیو به این صورته: آرتیکل در مذکر، دی مؤنث، داس خنثی و دی جمع هستن. مثال میزنیم. میخوام بگم آن مرد معلم است. چه کسی معلم است؟ مرد. پس مرد میشه فاعل جمله ما. آرتیکل مذکر تو نومیناتیو در هست. پس میشه der Mann ist Lehrer. der Mann ist Lehrer. der Mann فاعل جمله ما هست. میخوام بگم زن مهربان است. آرتیکل مؤنث تو نومیناتیو دی هست. Die Frau ist freundlich. Die Frau ist freundlich. Die Frau فاعل جمله ما هست. کودک بازی می کند. آرتیکل کودک داست هست، خنثی. پس میشه das Kind spielt. das Kind spielt. das Kind فاعل جمله ماه. میگم مردم اینجا هستند. مردم اینجا هستند. مردم چون تعداد از یکی بالاتر رفته آرتیکل جمع استفاده میکنیم. Die Leute sind hier. Die Leute sind hier. Die heute sind hier. مردم اینجا هستند. حالا من یه جمله میگم، شما بگید فاعلش کدومه. Der Hund schläft. Der Hund schläft. درسته. der Hund فاعل جمله ماه. حالا میرسیم به آکوزاتیو. این حالت برای مفعول مستقیم هست، یعنی کسی یا چیزی که عمل مستقیما روش انجام میشه. و یکی از نشونه های تشخیص مفعول مستقیم توی آکوزاتیو پرسیدن سوال چه کسی را یا چه چیزی را هست. جدول آرتیکل ها تو آکوزاتیو به این صورته: آرتیکل دن مذکر، دی مؤنث، داس خنثی و دی جمع هستند. تنها تفاوت جدول آرتیکل ها در نومیناتیو و آکوزاتیو آرتیکل مذکر هست که از در به دن تبدیل شده. مثال میزنیم. میخوام بگم من مرد را میبینم. میپرسیم چه کسی را میبینم؟ مرد را. پس اینجا مرد مفعول مستقیم ما هستش. Ich sehe den Mann. Ich sehe den Mann. den Mann مفعول مستقیم هست. او کیف را میخرد. آرتیکل کیف مؤنث یعنی دی هستش. او چه چیزی را میخرد؟ کیف را. Er kauft die Tasche. die Tasche مفعول مستقیم ما هست. Er kauft die Tasche. ما ماشین را بر می داریم. ما چه چیزی را بر می داریم؟ ماشین را. پس مفعول مستقیم ما ماشین هست. Wir nehmen آرتیکل ماشین das خنثی. das Auto. Wir nehmen das Auto. das Auto مفعول مستقیم ما هستش که نشون از آکوزاتیوه. آنها بچه ها را دوست دارند. بچه ها پس آرتیکل جمع هستش. Sie lieben die Kinder. چه کسی را دوست دارند؟ بچه ها را. Die Kinder مفعول مستقیم ما هستش. Sie lieben die Kinder. حالا نوبت شماست. Ich esse den Apfel. مفعول مستقیم کدوم کلمه است؟ درسته.
den Apfel. از دو نشونه میتونید بفهمید که مفعول مستقیم کدوم کلمه است و جملتون آیا آکوزاتیوه. حالت اول پرسیدن سوال چه کسی را یا چه چیزی را هست. اینجا میگم ich esse den Apfel. من سیب را میخورم. چه چیزی را؟ سیب را. کلمه‌ای که بهش میرسید میشه مفعول مستقیم. نشونه دوم توجه به آرتیکل ها هستش، اما چون ممکنه توی آکوزاتیو و داتیو اینها رو با هم قاطی کنید از نشونه اول استفاده میکنید. اما داتیو این حالت برای مفعول غیر مستقیم استفاده میشه، یعنی کسی که نفع یا ضرر عمل به اون میرسه. جدول آرتیکل ها توی داتیو به این صورته: آرتیکل دم مذکر، در مؤنث، دم خنثی و دن جمع هستن. مثال میزنیم. میخوام بگم من به مرد یک کتاب میدهم. گفتیم نشونه مفعول غیر مستقیم کسی که ضرر یا سود یک کاری بهش میرسه. داریم کتاب رو به چه کسی میدهیم؟ به مرد. پس مرد میشه مفعول غیر مستقیم ما. Ich gebe به مرد. Dem Mann ein Buch. Ich gebe dem Mann ein Buch. Dem Mann اینجا مفعول غیر مستقیم ما هست. او به زن کمک می کند. به چه کسی سودی رسانده میشه؟ کمک رسانده میشه به زن. پس زن میشه مفعول غیر مستقیم ما و جمله داتیوه. Er hilft der Frau. Er hilft der Frau. Der Frau مفعول غیر مستقیم ما هست. ما با کودک بازی میکنیم. Wir spielen با کودک بازی میشه. پس کودک میشه مفعول غیر مستقیم ما. Wir spielen mit dem Kind. Wir spielen mit dem Kind. dem Kind مفعول غیر مستقیم ما هست. آنها برای دوستان نامه می نویسند. برای چه کسی نامه نوشته میشه؟ برای دوستان. پس دوستان میشه مفعول غیر مستقیم ما. Sie schreiben Briefen an den Freunden. Sie schreiben Briefen an den Freunden. Den Freunden مفعول غیر مستقیم ما هست. چرا den Freunden؟ به خاطر اینکه گفته برای دوستان و آرتیکل جمع هست. تمرین شما اینه: Die Mutter gibt dem Kind eine Banane. مفعول غیر مستقیم و نشونه داتیو در این جمله کدوم کلمه است؟ آفرین، dem Kind. یه مثال ترکیبی الان براتون میزنم که 3 گرامر نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو درش استفاده شده. Ich gebe dem Kind einen Ball. Ich gebe dem Kind einen Ball. گفتیم نومیناتیو همیشه در نقش فاعل میاد. اینجا فاعل جمله ما ایش هست. پس بخش اول جمله ما گرامر نومیناتیو هست. Ich gebe dem Kind einen Ball. من یک توپ به چه کسی میدهم؟ به بچه. پس بچه میشه مفعول غیر مستقیم ما. dem Kind میشه داتیو. einen Ball. من به بچه چه چیزی را میدهم؟ توپ را. پس einen Ball میشه آکوزاتیو. پس دوستان یادتون باشه فاعل همیشه نومیناتیو، مفعول مستقیم آکوزاتیو و مفعول غیر مستقیم داتیوه. با تمرین این 3 حالت پایتون خیلی قوی و آلمانی براتون خیلی راحت میشه. حتما تمرین کنید و سوالاتون رو توی کامنت برام بنویسید. یادتون نره ویدیوی من رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید.